به نام خدا. این جانب سید جواد هاشمی فوزی هستم، فرزند سید عباس، ساکن استان کرمان، فیض‌آباد راور. جمله ها و اشعاری که از سال 1395 گفتم در این دفتر یادداشت کردم که خدمت شما توضیح میدم. از سال 1395، سال 2016. اول کارم بودی که اشعارم زیاد تعریفی نداشته، ولی کم کم که آدم رشد پیدا میکنه هم جمله هم زیباتر شده هم اشعارم. از سال 1394 شروع کردم در شبکه‌های اجتماعی، شروع به فعالیت در اینستاگرام، بعد فیسبوک، توییتر و الان هم در شبکه ایکس، اینستاگرام و فیسبوک فعالیت دارم. من از بچگی دوست داشتم نویسنده بشم یا خواننده بشم، بخونم، ساز بزنم، گیتار بزنم، ارگ بزنم، تا بالاخره استعداد خودمو پیدا کردم و فهمیدم که یک نویسنده خوبی هستم و شعرهای خوبی میتونم بگم. و چون فعالیت من زیاد نبود، در شبکه‌های اجتماعی شروع به فعالیت کردم که حالا تو گوگل یا سرچ کنید به انگلیسی جواد هاشمی فوزی یا سید جواد هاشمی فوزی یا جواد هاشمی 1980 به انگلیسی، این جمله ها و اشعار من در گوگل هست، در حساب گوگل هست. اینجا سال 2017 بوده، همون سال 1396. چون تو اینستاگرام هم تاریخ ها با میلادی بود، من تاریخ ها رو با میلادی نوشتم. این جمله های اولیمو. اینستاگرام اولی که اولین باری که وارد اینستاگرام شدم، شهر کرمان زندگی میکردم، آژانس داشتم، یک پراید سفید داشتم، آژانس کار میکردم. دیگه از پیج اولی من رو خارج کردن، نمیدونم چطور شد که از پیج اولی وارد پیج اولی نتونستم بشم، یه پیج دیگه درست کردم. 2 تا پیج تو اینستاگرام دارم، جواد هاشمی 1980 و پیجی که در حال حاضر دارم از اون استفاده میکنم و فعال هست جواد هاشمی 1980 هست. فیسبوک جواد هاشمی هست، نام کاربریم. در اینستاگرام جواد هاشمی 1980 هست، در فیسبوک جواد هاشمی هست، در شبکه ایکس جواد هاشمی 1980 هست و توییتر قبلی من جواد هاشمی 14 هست که فعالیت داشتم. این جمله اولی که نوشتم هنوز زیاد
به صورت حرفه‌ای نبوده. حالا همینطور که پیش میریم جمله‌های آخرین و اشعاری که همکنون نوشتم بهتر از اشعار و جمله‌های قبلیم هست. الان اینجا بهتر شده جمله ها. انسان تو هر کاری که فعالیت میکنه، فکر کنه روش و تمرکز کنه، بهتر میتونه کارشو انجام بده. اینجا نوشتن تمرکز در حیات خود کارها آسانتر و سریعتر انجام میشود. نگذارید دیگران تمرکز شما را به هم بریزند. یا نوشتن توهم کارهای غیر منطقی و غیر قانونی و غیر عقلانی برای کسانی است که از کارهای بد خود سیلی نخوردند. جمله های زیادی دارم، دور 200 تا جمله هست. حالا جمله های فلسفی یا اشعار فلسفی. بعضی گریه ها شعبده بازی است که از نگاه دیگران تبرئه شوی. یا به تاراج میبرند مال و فکر انسان را وقتی که ما سکوت کنیم. عمق اندیشیدن به یک حرکت باعث پشیمانی نمی شود. انسان بخواد یک کاری رو انجام بده، هرچی بهش بیشتر فکر کنیم بهتره. که هرچی به اون کار آدم بیشتر فکر کنه بهتر میفهم چه کار کنه که بعداً باعث پشیمونی نمیشه. هر کاری باید اول زیاد آدم فکر کنه. هرچی کار بزرگتر رو بهتر باشه باید بیشتر فکر کنه. دلیل بی قانون بودن آدم ها فرهنگ نادرست است که جرم را شهامت می دانند. جنم راستگویی بهتر از دروغگویی است. دروغگویی هم تیشه بر ریشه میزند هم تیشه بر جامعه. ببخشید، جنم راستگویی بهتر از دروغگویی است. دروغگویی هم تیشه بر جامعه میزند
هم تیشه بر ریشه میزند هم تیشه بر جامعه. یه اشتباه لفظی بود که فکر کنم که اشتباه لفظی، یک جمله رو اشتباه گفتم. این یکی از شعرامه. من عاشق هنرم شب نمی کنم، بی جهت کسی را رنگ نمی کنم. بی خیال نیستم از چشمک زمانه ها، ابروی خود را برای دیگران خم نمی کنم. یه شعر دیگه: زیر نور ماه هوا مهتابی است، دل بیریای من در بیخوابی است. شراب 100 ساله تویی، کنج دل خانه تویی.